سلام دوستان عزیز، خوش اومدین به کانال خونه پز. امروز قراره با هم پودر فلفل دلمه سبز درست کنیم. یه ادویه خوش عطر و طبیعی که میتونیم توی خیلی از غذاها استفاده کنیم. اول از همه فلفل دلمه رو کامل شستم و ضد عفونی کردم. بعد از اینکه آبشون کامل گرفته شد، اونا رو به صورت خلالی به تکه‌های کوچیک برک زدم تا راحت‌تر و یک نواختر خشک بشن. فقط نکته‌ای که اینجا هست، حتما اون سفیدی فلفل دلمه‌ای رو بگیرین که پودر فلفلتون تلخ نشه. حالا فلفلا رو داخل ایرفرایر ریختم برای خشک شدن. من ابتدا 25 دقیقه روی 80 درجه انتخاب کردم. حالا دستگاه ها فرق داره. اگر برای شما کمتر هم بود کمترین درجه رو انتخاب کنید. برای من فقط روی 80 بود. من 80 انتخاب کردم روی 25 دقیقه تا ببینم چی جوریه، خشک میشه یا نه. بعد از اینکه 25 دقیقه تموم شد، من فلفلا رو یه زیر و رو کردم. من دستگاه هواپزم 2 تا المنت داره، یکی بالا و یکی پایین. اگر برای شما فقط یه المنت بالا داره، باید هر 10 دقیقه در هواپزتون رو باز کنید و فلفلا رو جابجا کنید تا یک نوا خشک بشن. ولی برای اونایی که 2 تا المنت دارن لازم نیست که شما هر دقیقه یا هر 10 دقیقه انجامش بدید. هر 30 دقیقه یا هر 20 دقیقه هم میتونید این کار رو انجام بدید. بعد از 1 ساعت کامل فلفلامون خشک شدن. حالا به نظرم 1 ساعت دیگر هم میتونید انجام بدید تا کاملا خشک بشه. من فلفلا رو داخل خردکن ریختم تا یه دست آسیاب بشه. اینم یه پودر پاپریکای دستساز. واقعا نمیدونید چه عطر خوبی داره. حتما توی ظرف شیشه‌ای دربدار داخل یخچال نگهداری کنید. فقط ازش یه قاشق چایخوری استفاده کنید. نمیدونید چه عطری داره. ممنون از نگاهتون.